سوزی دلم را در جهان پروانه می‌داند غمم را بلبل خمار شد از لانه می‌داند ننالم چون زیغم یارم مرا بیگانه می‌داند ننالم چون زیغم یارم مرا بیگانه می‌داند
داشتی رفتی اما برا تنها گذاشته رفتی باز زمان بعدکی دادی چی شد رفتی تو بر من از وفا نکردی گفتی تو را خدا با من رساند رفتی تو شرری از خدا نکردی گفتی تو را خدا با من رساند رفتی تو شرری از خدا نکردی زیرا ولی هر جا باشی هر جایی که دنیا باشی زیرا ولی هر جا باشی هر جایی که دنیا باشی یک نفر
نوروز نوفر. دوستان عزیز، بعد یک چند روز در دوشنبه انجمن خزینه زبان تاجیک گشاده میشد، سر میشد. در این انجمن از همه گوشه و کنارهای ریسپوبلیکا فرزندان بهترین خلق تاجیک می آید. برای زبان، برای خزینه زبان تاجیک بسیار فرزندان ما حسی بهترین خود را گذاشتند. قریب 1,000,000 سوم ما حالا جمع کرده ایم، ولی این کم است. دوستان عزیز، هر آنچه که می توانیتان در دوره انجمن بعدی آن برای اجرای قرارهای انجمن حس بهترین خود را گذارید. ما فخر میکنیم که در بین ما فرزندانی هستند که تمام قلب، تمام دل و جان خود را برای زبان تاجیک، برای دولتی شدن آن بخشیدند. من فخر میکنم که در اینجا ظفر جان حس اولین خود را که در آن وقت بسیار آدم ها از ترس و لرز در همه جا به جا می شدن و در گپ زدن می ترسیدن، یکمین شده به صحنه برآمد. نه اینکه به صحنه صنعت، به صحنه زبان. من باوری دارم که در این انجمن این کس برآمد میکنند و از نام خود، از نام همه ملت باز اون چیزی که در دل دارم میگویند. حاضر من میخواستم که در اینجا خاطر ما را با سرودها شاد گردانند. Shall
ابتزای باغ
دوستان عزیز گفتند که اگر ما با زبان استاد میرزا ترسنزاده سخن رانیم، آن کس گفته بود که آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار. آشیان گر میگذاری در دل انسان گذار، از صمیم قلب و مهر بی پایان گذار. آشیانی که حاضر ظفرجان در دل خلق ما، در دل ملت در مقیاس رسپوبلیک گذاشته است و بیرون از آن که من بودم دانستم و فهمیدم هیچ وقت از شرح تاریخ، از صحیفه تاریخ بیرون نمی براید. ظفرجان همچون فرزند ملت با قلم طلایی در تاریخ نوشته شد و میخواهم که یک بار قرصک برای دلیری آن زده شود. رحمت کلام، هزار رحمت. دوستان عزیز، حاضر در این خاندان دوستان بسیار آمدند. همه میخواهد که تبریک کند، لیکن بسیاری تبریکی ها با سخن سرود و موسیقی گفته شد و من میخواستم که یکی از اون دوستان نزدیک، یکی از این پیش تبارانی که در اینجا هست، از نام یک چند نفر پیش تبار و دوستان برآمد کرده سخن گویند. حاضر نرزولایف که دوست نزدیک خاندان است، التماس میکنیم یک دو سخن تبریکی گفت زنم اگر باشم. امروز همه دوستان رفیقان در این خاندان جمع اومدن که روز خوشنودی، روز سعید را با هم جشن گیرند و در عرفیت گفتند که مردها در زندگی چشم و چراغند، مردها در زندگی باغ و بهارند، مردها باغ و بهارند و امروز این باغ و بهار، این مرد حقیقی صاحب شما خواهر عزیز گشته است و باوری داریم که در آینده نام مرد حقیقی برادر ما را سربلند می‌گذارید و در آینده یک عائله خوبی سویتی شده با هم خوش و خرسندانه زیست و زندگی میکنید. و در آخر همین را گفتنی هستم که سلام از من و کیلین و بداماد، مبارک تویتان باد و عزیزان، همیشه مهربان و شاد و خورم و هم دلسوز و هم غمخوار باشید. ببینید این چنین بسیار فرزند، پسر، دختر و هم کیلین و داماد از این روز باز با هم همسفر باد. شما را بخت اقبال درخشان، بختتان سفید باد، راهتان همیشه پر از پیروزی های و شادمانی ها باشد، سربلند باشید. و چطوری که میگوید امروز پدر و مادری عزیز اگر در خارج باشد، میگوید که برای دو ساحل را به هم پیوست کردن یک کاپروک مستحکم میسازد که او تاب و طاقت هر خیل وزنینی ها دارد و امروز به این خاندان سعید گشته است که این کاپروک مستحکم بین شما من پدر و مادر خدمتی کردن که شما با هم باشید. من به این روز رسیده اید. میخواهم که همیشه به هر مشکلی که باشد در حیات بسیار پرتلاطم است باشد، طاقت آورید و خوش و خرسندانه زیست و زندگی کنید. رحمت کنید. عبدالرحیم جان و برنا خان، چهلی که میبینید در این شب خرسندی برای خوشبختی، برای تبریک شما آدمان بسیار جمع آمدند و از همه بهترین، از همه حرمتناکترین سرودخانه های رسپوبلیک در اینجا جمع آمدند. شما نام مراد بیگ را از تمام گوشه و کنار مملکتمان میفهمید و از تمام زبانهای خوشی فرزندان ما هم نام این آدم را میدانید و میفهمید. امروز یگان خاندان نیست که یک بار نگوید که حالا در رادیوی ما یا که در تلویزیون ما مراد بیگ سرود نخوانده باشد یا که ما مراد بیگ را نشنیده باشیم. البته همه ما این را میدانیم. من میخواستم که
در این شبی که حاضر بسیار تیز رفته ایستاده است و به آخر رسیده ایستاده است، همین شب دراز شود و ما تا پگاه نشینیم و سرودخوانی و رقص و بازی کنیم. لیکن به آواز خوش و به آواز محترم سرودخوانان ما، به آواز مثلا موسیقی و به آواز نی و ترنی و مثلا گیریم رباب، این شب نشینی آرا و زیبا نمیگیرد و من میخواستم که حاضر مرادبک جان و اینجا برایند و این روزه شبی خرسندی ما را باز آرا و باز خوشبخت گردانند.
بهار آمده یار یار همدم یار من از جانی شما کردم
چکچک بارانه شد ساری خموش چشمه گریانه این چرخی روان کاسه گردانش شهدی بیار تلخی هجرانش بارانه گریانه گردانش هجرانش هجرانش بیماری غمی تویم طبیبی که شوی از هجر تو خسته‌ام حبیبی که شوی بیماری غمی تویم طبیبی که شوی از هجر تو خسته‌ام حبیبی که شوی با بوی خوش روی نکولد پر با بوی خوش روی نکولد پر ای سیبک خدای نصیبی که شوی ای سیبک خدای نصیبی که شوی نوروز بهار چکچکی بارانه سار خموش چشمه گریانه این چرخی روان کاسه گردانه شهدیل بیار تلخی هجرانه اکا همش بهش سوار خاله مونه همش زرم گیره علی دادم گلشنی بهارم به تو نبود برگی در باغ
سودم سودت زیادتر بود عشق دل فروزم خوش آمدی به سینه عشق سینه سودم سودت زیادتر بود عشق دل فروزم شب تا سحر می زیر بد نوشمی سبزی رئی سروی کباب پوشمی این برکی شوکی قلم پوشمی باندریا روی کچی شب تا سحر می زیر بد نوشمی سبزی رئی سروی کباب پوشمی
شکایت از بی وفاگی از ما مکن شکایت دلم بخوری ازش مایلم دلم بخوری ازش مایلم
الهی نام 1000 سالشه امروز بگیم. آوازی خوب، آوازی خارم. دوستان عزیز، شکلی که میبینید مراقبت از همه آوازی زیبا، آوازی خوشروی، آوازی بهترین خود را امروز برای ما بخشید. الهی نام در آینده صنعت این کس ترقی یابد، ایجادیاتشان زیاد شود و آوازشان باز هم براتر، باز هم شیرینتر شود. برای همین یک خرسک. دوستان عزیز، خلق تاجیک در تویهای خود عنعنه دارد. ما تعریف بای داریم. یکی از عنعنه ها این سرتراشان است. وزیر عبدالجبار فرزند خود را میخواهد سرتراشان کند. برای همین سرودی سرتراشان زفر جان، سرودی سرتراشان.
تو را بینم نواره حالتیان چشاته دلم میخواد که شدی خونه کنی بی قلبه که بیشنوم دوباره های خنده هاته بازه سیاه تو پریشون کردی بازه موهات خدا تپیده ها کردی باز بالا آفسو کردی باز بالا ما خوب کردی پنهان کردی باز بالا آرزو کردی باز بالا با کردی باز بالا آرزو کردی باز بالا با کردی दुनिया वाले एक तारा
dil kushku kiya, meni dil kushku kiya. Ramaya babaya, Ramaya babaya, Ramaya babaya, Ramaya babaya. Ramaya babaya, Ramaya babaya, Ramaya babaya, Ramaya babaya. Meni dil kushku kiya, meni dil kushku kiya. Ramaya babaya, Ramaya babaya, Ramaya babaya. Be gomra ana, aadhe diyor cholo, ishq divana. Aadhe diyor cholo, ishq divana.
هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای قامت ببر بالای قامت کس ندیدن بیده بوسه داری نبادن عزیزونه سرگردان مسلمان به سامان عزیزونه سرگردان مسلمان به سامان نگاری نازنی دردم سرم را گردم دست نگردم سرم را گردم خنجری تیز و خود جولان زنم در بگردم عزیزونه سرگردان مسلمان به سامان عزیزونه سرگردان مسلمان به سامان
رسد